دادگاه ولایت ختلان با بررسی پرونده مرگ طالبجان دوستوف ساکن 50 ساله ناحیه شهری توس شروع کرد. در کرسی متهم به قتل محمدالله ایدیف لیتنانت کلانی اداره کارهای داخلی ناحیه دوستی جلیکولی سابق نشسته است. با ضد او بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان با اتهام برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز کردند. مسئولان ائتلاف شکنجه در تاجیکستان روز 7 فوریه در بیانیه گفتند مرگ طالبجان دوستوف تابستان سال گذشته بعد بازداشتش با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در یکی از طربخانه‌های ناحیه شهر توس رخ داده است. نزدیکانش دعوا دارند که دوستوف در اثر لطوکوب کارمندان میلیسا جان داد. مهری دولت و مادر طالبجان دوستوف گفت فکر میکند که پسرش را دستگیر کردند و در راه زدند. وقتی در راه وفات کرده است جسد او را به بیمارخانه ناحیه قبادیان بردند. آن زمان مقامات علت مرگ طالبجان دوستوف را سکته قلبی گفتند. در پی نزدیکان طالبجان دوستوف به دادستان کلی تاجیکستان شکایت کرده خواستند نسبت به رفتار کارمندان پلیس پرونده جنایی باز کرده شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگوید آخر ماه دکبر سال گذشته دادستانی کل در این رابطه پرونده باز کرد و بعد به اتمام رسیدن تفتیشات پیشکی پرونده را به دادگاه ولایتی ختلان فرستاد.